سلام خدمت کاربینی عزیز. موتور لباسشویی رو بردم پیش ما برای سرویس. ایراداتی داره، بچه کارهایی ما میخوایم روش انجام بدیم. اولین چیزی که من بخوام بهتون میگم، کلکتور شما اول میچپون با دستمون نگه می‌داریم کلکتور باد کرده یا نه. اگه باد کرده باشه اصلا چرا باد میکنه این کلکتور؟ یک از دلایل باد کردنش لباس زیاد ریختن. اینقدر به مشتری میگیم لباسو اندازه بریز، به خاطر فشار میاره به موتور و اولین اتفاقی میفته این کلکتور باد میکنه. دومین چیز، بریم سراغ زغالاش دستگاه رو وا کنیم ببینیم زغالاش چیه. ببین همینطور که می‌بینید زغال الان باز کردیم، هیچ چیز زغال نداریم، زغال تموم شد. در واقع باید زغال تقریبا تا اینجاها باشه. زغال بعدیش هم نگاه کنید تموم شده. حتما اینو چند بار این حالت تکون بدی، بعضی موقع گیر میکنه، یه دفعه مثلا یه کار میکنید زغال میاد بیرون، یعنی زغال داشته ولی گیر کرده. کلکتورشون هم یه تراش میدیم که نو بشه. بولورینگاش هم صدا میده، اونا رو هم اوکی میکنیم دیگه. خب این زغال رو نگاه کنید الان نوش چقدر شده. این زغال نو الان مثلشون انداختیم، این میذاریم سر جاش. خب الان اتمام کار تموم شده. این کلکتور تراش خورده، بولورینگا عوض شده، زغالا عوض شده، کامل موتور سرویس شده، میره برای مشتری که ان شاءالله بسته بشه دیگه. تمام.